عرض ادب و ارادت داداشای من، عزیزای من. امروز روز 60 از چالش 90 روز ورزش صبح، فصل دومو امروز میخوایم تموم کنیم. 2/3 از راه اومدیم. 2/3 از راه چالش غیر ممکن رو با هم کنار هم دیگه اومدیم داشته اینجا. کنارتونم تا فصل 3 رو پرقدرت‌تر و خفن‌تر استارت بزنیم و با هم طی کنیم و چالش رو به پایان برسونیم، پاسش کنیم داداش. همراه من باش. تمرین امروز داداش خیلی خفنه. همراه هم باش، با هم بتره کنیم. ارادتمند. خدا قوت. زنده باش. امروز داداش فوق العاده روز خفنیه. میخوام امروز 100 تو بذاری تو تمرینه. 100. آره داداش. امروز چه روز خفنیه داداش. انرژی بالای بالا باشه، همه رو بذاریم تو تمرین. امروز رو میخوایم بهش استفاده کنیم. این 20 دقیقه هر لحظه شو میخوایم استفاده کنیم کنار هم. عزیز جان من، حواست باشه که همه وزن بدن رو با دست بکشیده داشت. از بدنت کمک نگیری، فقط با دست، با قدرت دست بدن رو بکش که فشار بیشتری هم رو دست بیاد داشت. آره قربونت.
هر موقع داشت بازود سوخت یعنی داری حرکت درست بزنی. پس دقت کن که حرکت رو اول صحیح بزنی، بعد تعدادش رو ببری بالا داشت، بعد آروم بزنی. آره قربونتو. فلاکسش استقامت بدن رو کنار این فشاری که رو عضله میذاریم میبره بالا، تمرکزتون میبره بالا. اگر داداش میبینی که انرژی کافی رو داری، از الان دور اول حرکت ها سعی کن که یه مقدار سرعت کارو بیاره پایین‌تر. اگه نه که بذار همون دور دوم داداش که فشار رو میبریم بالا، ته انرژیش تو اونجا بذار. تغییر رو داشت اول از خودمون شروع کردیم. اینی که آدم واسه خودش تلاش کنه داشت خیلی قشنگتره تا اینکه خودش رو درگیر آدمای دیگه یا چیزای بیهوده بکنه، چون هر چیزی ارزش این وقت گذاشتنه رو نداره داشت به جز این سلامتی که ما داریم روش کار میکنیم. این چیزی که داشت داریم روش کار میکنیم نه قراره به این سادگی ها بخوابه، نه قراره به این سادگی ها نتیجه بده. پس پایدار بمون داداش، پای کار باش تا این مسیر رو کنار هم دیگه ادامه بدیم. نذار هیچ چیزی اینجا رو افت نکنه.
هم نشدیش. قدرت داداش، انرژی ها فول فشار رو بذار رو بدن، خودتو گول نزن، بذار فشار رو عضله بمونه داداش. ادامه میدیم داداش، انقدر ادامه میدیم که سلامتی واسه هم بشه عادت، بدن خوب واسه هم بشه عادت داشت. ادامه بده، ادامه. این تلاشی که ما داریم مستمر انجام میدیم داداش واسه خودمونه. پس اگر قرار قوری چیزی بخوای بزنی، به اون خود گذشتت باید بزنی داداش، که باعث شده که تا الان این تمرین‌ها رو انجام نداده باشی. وقتی الان 60 روزه که شروع کردیم کنار هم داریم ورزش می‌کنیم دیگه داداش، به خود الانت نمیتونی هیچ قوری بزنی. به خود الانت داداش باید افتخار کنی قربونت. 60 روز کاری که هیچ کس با میل خودش انجام نمیده، طرف رو مجبورم بکنی 60 روز صبح پا نمیشه ورزش کنه. تویی که اینجایی یعنی با میل خودت داداش 60 روز داری تمرین میکنی، داری تغییر میکنی، رو دیسیپلین کار میکنی. پس افتخار کن به خودت.
دوم حرکت هاست. ته فشارتو الان باید بذاری دیگه. الان دیگه وقتش داشت ته انرژی رو بذاری وسط تمرین، استفاده رو ببریم ازش. قشنگ میخوام فشار رو بالا تنه زیاد کنی داشت. دور فصل 2 تموم شده. این حرکت رو وزن بدن رو میکشی، آروم میزنی حرکت رو تا فشار رو قشنگ رو بازو احساس کنی. گرفت شد؟ دست رو داشت آروم میکشی، میخوام فشار رو اینجا احساس کنی. بی انصافی در حق خودت نکن. فشار رو تا تهش بذار داشت. دور دومی و فصل دوم داره تمام میشه. عجله کن، فشار رو بذار. میخوام بالاتره رو داشت بهتره کنیم امروز. آره قربونت تو فشار رو بالاتره حفظ بشه. اول آخر داشت واسه خودمون انجام میدیم، پس کم کار نبینم بذاری. پر فشارتر از قبل میریم جلو داشت به حرکت ادامه میدیم. قدرت‌تر از قبل داشت ادامه میدیم. هر چقدر داشت تو این مسیر درد به بدنمون وارد بشه، درد رشده. پس درد مفیدی داشت. بهتر از اینه که آدم از بیماری و ضعیف بودن درد میکشه.
داداش تو این حرکات باید دستا رو بالا نگه داری یا آروم باید بری. من واسه تایم ویدیو تون دارم میرم، خودتو گول نزنی، تو حرکت رو بزنی، فشار وارد نکنی. گفتم 100 تو هزار داداش، برگرد صحیحش رو انجام بده. پر قدرت داداش، پر قدرت. قدرت واسه خودمون داداش، ما هر کاری میکنیم واسه خودمون، هر کاری میکنیم و مهم نیستش که چقدر دردناک باشه، مهم اینه که به نفعمون باشه، دیگه بقیه‌اش اهمیتی نداره. فصل دوم رو داریم تمام میکنه با روز 60 روز کنار هم داداش تا اینجای مسیر اومدیم.
پای تعهدی که دادیم موندیم داداش. این یعنی استمرار. مرد پای حرفش میمونه داداش. ما قول دادیم و پای قولمونم موندیم دیگه. 60 روزشو فعلا کنار همدیگه طی کردیم و ادامه مسیرم خفن‌تر و پرقدرت‌تر با هم ادامه میدیم داداش. اینجوری کنار همدیگه. اینجوری دیگه داداش وقتی حرف از تغییر میشه سرمونو میگیریم بالا. چرا؟ چون قول دادیم به خودمون داداش که تغییر کنیم و پای قولمون وایستادیم. پس وقتی حرف و تغییر میشه اولین نفر تو سرتو میگیری بالا داداش. چرا؟ چون واسه خودت تلاش کردی. روز 60 داداش تموم شد عزیز جانم. روز 60 یعنی چی؟ یعنی 60 روز داداش. 60 روزه که داریم ورزش میکنیم توی یه تایم مقرر. یعنی دیگه اون آدم سابق نیستیم داداش که روز اول شروع کرده بود و به این فکر میکرد که خب اگه این مسیر رو شروع کنم قراره کجا برسه. و الان 60 روزه داریم کنار همدیگه ادامه میدیم داداش. تلاش میکنیم واسه سلامتی، واسه بدن خوب، واسه بالا بردن استمرار، اراده، واسه ذهن بالانس. بقیه این مسیر رو پر قدرت‌تر از قبل کنار همدیگه ادامه میدیم داداش تا به خودمون خیلی چیزا رو ثابت کنیم. حمایت یادتون نره. مخلص تک تکتونم. ارادتمند.